خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل سینامون. امیدوارم دیگه بهم نگید کامیون، بهم دیگه نگید عروس هلندی. حتما یه چی بهت میخوره که میگن دیگه. امروز برنامه‌ام یه ویدیوهای دیگه بگیرم. چیه؟ نه ویدیو چیه؟ هر وقت تو خیابون دیدیدش لپشو بخورید. آقا یعنی چی؟ اینجا من بوس کردم، هر کی میخواد منو بوس کنه لپ چپشو میتونه بوس کنه. کثافت. آقا ویدیو چیه امروز؟ میخوام ببینم من بازیگر بهتری ام یا تو ان. بدون شک منه. اصلا حاجی داره کسی بهت گفته میتونی بازیگر خوبی باشی؟ من همیشه بهم گفتن. اتفاقا رضا عطاران شب بهم مهران مدیری بهم زنگ زد گفت برات آرزوی موفقیت میکنم سینا جون. آقا شایاشیانه بازیگر تا شاهین از رفیقای بازیگره و بازیگر درجه یک. بازیگر خفن اصلا خاک صحنه خورده، همه کارش صدا وای وای. یه ده هم واسمون نمیخوری؟ آقا ما داریم احترام من میگم شروع کنیم. آره شروع کنیم. حاجی بخون، یه دونه بخونه. رفتم سوار کاری با خود تو را نبرده، شب ماندن صبح شب. زرما. خب اینجا الان همش لیزه نمیتونیم بشینیم بده. شاهین رو اونجا داریم. بچه ساکته. سلام. خدا چقدر قشنگ. خب بچه‌ها جلسه جدیه. آقا حالا تجربه بازیگر. من این عجیب بازیگر چیزا اینا که سری ممنوع کار میشه. جواد رضویان اما ممنون کار نی. من چیزم من پشمان جمشیدی ام. آره تجربه بازیگری داشتی حسین؟ بازیگری آره تو چهارم دبستان تو گروه تئاتر مدرسه. ولش کن. اینا جان تو چی بازیگری قانونی ها، یعنی بدون فیلتر شکن. کی میخواد شروع کنه؟ من سنگ‌بازی چی کن؟ بابا این سنگ‌بازی خوب چی داره. داره؟ اصلا ولش من من بگم. انجام دادم. سنگ‌بازی چیه دونه؟ تک بیاد. سنگ‌بازی چیه دونه؟ می‌بازی؟ بریم. سنگ کاغذ قش گول خوردی. خب اینو من گرفتم. بریم آقا من چند تا جمله میگم. خب شما باید با حس‌های مختلف بگید. با چیه با مختلف؟ حس‌های مختلف. آها. خوراکش آدم احساسیه. خیلی. جدی؟ چند تا؟ مثلا 3 تا حس بگم یا 5؟ میگم آها. میگم. ببین چند تا حس داریم که عصبانیت، ناراحت بودن، خوشحال، ترسیده، متوجه. آها با خدای شکر خیلی دوست دارم. حسین جان یه سری حساب. جمله هست با اولی شروع می‌کنیم دوست با چه حسی بگیم. اولی نگو خودم میگم. آفرین. عصبانیت میگم. مول خوراک. ببین جمله اینه حفظش کن با اینکه میدونم آدم باهوشی هستی. من تو رو برای خودت دوست داشتم نه برای قربت. همین بگم اضافه هم میتونی بگی. نه همین نگاه نکن. چون اضافه نه تو رو خدا نگاه نکن. بچه آیتم نمره میدم ها. آها او نمره داره آجی. اینو با عصبانیت اولیو بگم. آره. نگاه نکنن لوب کنن. نه نگاه نکن. فکر کن دعوات شده. من تو رو دوست داشتم نه به خاطر قربت. خب من میگم که از این رد بشیم بریم برای بعدی. من سکم دارم پاکت. دومی ناراحت. بین ناراحت و گریه بغض. شبانگاه یه دقیقه وایسا. برو دیگه. آقا خفه شو. یه دقیقه کاش این داره میره توش دیگه. آقا نکن شما گوشاتو بده بالا. مرسی. واتم بده بالا. رو دیگه. یعنی چی؟ بده تمرکز حسین خیلی ناراحت شد. بدترین خاطره خانوادگی ناراحت کننده تو بهش فکر کن. من تو رو خیلی دوست داشتم ولی نه به خاطر قربت، به خاطر اخلاقت، بدنت، صورتت. آقا بذار ناراحت باشم دیگه. خوشحالی. باشه ولی من خوشحالیمو جور دیگه بروز میدم. میشه وایسم؟ آره. میدونم چیکار کنم. نه خاصی نمیکنم. فقط فکر کن من بازیگری ممنوع کار نشی. آها نه نمیکشم. من تو رو خیلی دوست داشتم نه به خاطر قربت، به خاطر تمام اخلاقای خوبت، به خاطر حس درونی زیبایی که داشتی. مرسی واسه 10,000 مرسی واسه دعوت. توی فضای تاریکی صدای نفسم کنار گوشت هست بترسیم. من گردنم حساس حشری میشم. ترسیدی آقا ولش کن. اصلا کسی نزدیک
حسینی ببین الان اصلا برام- هیچکی نیست آقا، هیچکی نیست. نه دارم تست میکنم برای خودم. صحنه سازی کنم برات. من تو رو خیلی دوست داشتم، نه به خاطر قربت. چرا میخندی آقای داور؟ اینو فکر کنم بتونی خوب بری. تو چشم نگاه کن. نه اصلا تعجب یه بار تعجب کن برای ما. تعجب کن. آخه نمیشه من تو رو دوست فکر کن الان میخوای کنار شهاب حسینی بازی کنی، باید تعجب کنی. من تو رو دوست داشتم، نه به خاطر قربت. اما شما خب حالا نوبت سینا. من خیلی استعداد دارم. تو خودم ما خیلی همین میبینم. الان رد دیدی. نه تو خودم خیلی میبینم. خب چی رو می‌بینی دقیقاً؟ استعداد. اصلا چرا بازیگر؟ چرا می‌خوای بازیگر؟ دیده نشدم. چرا می‌خوای بازیگر؟ محبوبیت. سالی 10 تا بچه از سرطان میمیرن. صبر کن بهت میگم چه حسه. ببین یه احمق کاملا خوشحال. سالی 10 تا بچه زد. این کاراکتره. تا حالا عصبانی شد. به قیافش نمیخوره عصبانی شده باشه. نه میشه یه بار عصبانی شی اول برام؟ با همین؟ نه با من که نه، حالا این شکلی. با جمله. که نداری. با همین جمله دیگه. فکر کن حسین بهت حرف زشتی زده. میزنه به خدا خب میخوام. نه الان یه بار فکر کن خیلی عصبانی. این جمله رو بگو. سالی 10 تا بچه سالی 10 تا بچه از سرطان میمیرن. یه بار بگو. میمیرن! نه یه بار اینو آروم بگو. اصلا آروم باش. چرا عصبانی هستی؟ سالی 10 تا بچه از سرطان. یه بار دیگه بگو. سالی 10 تا بچه. حالا اینو یه بار با عصبانیت بگو. سالی 10 تا بچه از سرطان میمیرن. ناراحت شوی داده. بیشتر ناراحت شد. من ناراحتی سینم میدم سوالم. نه ختم نیستی، ناراحتی. سالی 10 تا بچه. این اخباره میگه با ناراحتی میکنه. سالی 10 تا بچه از سرطان خوب در حد بالیوود که مثلا سیاهی لشکر باشه خوب. بالیوود، من هالیوود نه بالیوود برای هند. مثلا. آره. آخه هندی‌ها رو اونور راه نمیدن. حسین کمکش کن تو ترس. اول به ترسونش یه لحظه. سینا خودت نمی‌ترسه میخنده. سالی 10 تا بچه از سرطان میمیرن تو من نمی‌ترسم. سالی 10 تا بچه از سرطان. این حساب شما قبولی. من نه چرا؟ تعجب کن، می‌خواستم تعجب. آها اصلا تعجبم نداره. پشمات بهت اومد جلو. اصلا شما بهترین انتخاب می‌کردید. نه شونده نه الان که دارم فکر می‌کنم فکر کنم یکم تو اشتباه هستم. تعجب. سالی 10 تا بچه از سرطان میمیرن. نه سوال نه. میمیرن؟ خبری میمیرن. میمیرن. نه 10 تا بچه از سرطان. خب جمله بعدی. بعد از 25 سال فهمیدم 26. بعد از 25 سال فهمیدم بابام عقیم بوده. من بعد 25 سال فهمیدم که پدرم حکیم بوده. آپه. خب اون پدر واسه جا سری میریم بعدی. آره واسه سلیم. ناراحت باش. واقعا فهمیدی. جدی اگه پدرم بعد 25 سال بفهمم حکیم بوده چی؟ همون رو یه لحظه فکر کن دور از جون تو بده. من بعد 25 سال فهمیدم که پدرم حکیم بوده. حداقل سینا جان اینجا تو بهتر. واسه خوشحالی هست. اصلا چرا من بعد 25 سال فهمیدم که پدر من حکیم بوده. آره. اونا اگه میم شه میلیون ویو بخوره بچه. تمومه. آقا متعجب. تعجب سینا خوب تعجب نکن. بعد 25 سال تازه فهمیدم پدر من حکیم بوده. این ترسیدی. خندم میگیره. حالا من دیدم به چه بکی. باش. بکای من خنده داره این ترسناکترین چیزی بود که تو زندگی میگی؟ صدای آقای دکتر. آقای دکتر. سفید دست دکتر یه آمپول من شاید مطب اینجا. بریم. برو. بعد 25 سال فهمیدم که پدر من حکیم بوده. خوبه. منم ترسیدم راست رو بخوام. حالا بابا جابجا شد. من تا 18 سالگی رو تخت عموم میخوام. بریم آقا بریم. عموش زن داشت. حالا مجردم میتونسته باشه. بریم آقا بریم. عمو داری؟ بله. بهش فکر کن. دارم میکنم. چند تا؟ عمو تو یه دونه است. یه بزرگه؟ بله. سنی منظور. بله. عصبانی باش. من تا 18 سالگی رو تخت عموم میخوابیدم.
میخوابیدم. ناراحت باش. من تو 18 سالگی بودم میخوابیدم. اینجا شد خشایر مستقیم. آره یکم خوشحالی. چرا؟ هوا با کیفیتی داشتیم. من هدشات میکنم. هوا با کیفیت بوده تا 18 سالگی بودم. وای خدای شکر من تا 18 سالگی رو تحت هوا میخوابیدم. ترسیدی. من تا 26 سالگی تو تخت همون میخوابیدم. یکم بیشتر بترس. من چی شدم؟ چرا یهو وسط ویدیو 26 ساله شد؟ تعجب کن. من تا 18 سالگی رو تخت عمو میخوابیدم. بگو که گل نفرستد. بگذاریم. هفته قبل تو قرعه کشی یه پراید برنده شدم. خوشحال بگم 400 میلیون 500 میلیون بشه. حاجی هفته پیش تو قرعه کشی چی شدش قرعه کشی؟ یه پراید برنده شدم. آها چرا ساده؟ هفته پیش تو قرعه کشی پراید برنده شدم. باورم نمیشه. قشنگ خوب بود. عصبانیت؟ من هفته پیش توی قرعه کشی پراید برنده شدم. یکم بیشتر 10 بار. من هفته پیش توی قرعه کشی پراید برنده شدم. آخه این چه وضعیتیه؟ گریه نه. آه. کاملا بغض مردونه. من هفته پیش توی قرعه کشی ترسیدی. من هفته پیش 3 2 1 حرکت. من هفته پیش توی قرعه کشی یه دونه پراید برنده شدم. تعجب. آیا همه رو اینجوری میشه؟ چرا تشکر نمی‌کنی کنم یادی حرکت. یه بار خیلی نازی میشه. واسه برم من هفته پیش توی قرعه کشی پراید برنده شدم. باورت میشه؟ خب الان برنامه عوض شده؟ بله. چیه الان الان برنامه؟ سناریو داریم. اوه سناریوی شخصیت پردازی داریم، موقعیت داریم، بریم داستان. بریم اولین سناریو. شما پدر یه خانواده هستید. بله. ایشون داماد. و شما نه یه- نه وایس دقیقاً تو همین نقطه است. دقیقاً تو همین. آها یعنی بریم الان تو اتاق؟ نه وایسا دقیقاً شما یه رسمی دارید به جای اینکه دختر و پسر با هم برن تو اتاق پدر و داماد میرن راجب کارهای کرده نکرده داماد تو باید دیتا داشته باشی. شما یک پدر خشک ایشون یه داماد خیلی سرخوش. مزلق. آه مزلق. بریم پسرم دست تا رو پای من بردار. آقا مرتضوی من واقعا دخترتون رو میخوام. من اولین باره که دارم دخترتون این یه دونه دختر، دیدم قبلا دیدمش ولی این یه دونه بچه رو من چرا باید بدم به تو اصلا یاد نگرفتی تو صحبت بزرگتر نه بپری. آقا مرتضوی زدی دیگه نه نزدم. دخترتون آقا دامادم من رسمی نه قانونی میکنم الان من نه خواستگاری بذار یکم بهترش کنیم. تو کلید انداختی اومدی برای خواستگاری. آقا مرتضوی سلام تو کی؟ اومدم خواستگاری دخترت من غلامتم غلام کیه؟ من کیتم آقا بابا چرا کلید خونم؟ آقا من حالا دخترتو بگیرمش یعنی بابا چی میگی تو؟ آقا باشو هم تو رو میکنم هم دخترتو آقا کافیه. پدر مرد. آقا سناریو دوم شما یه تابلویی یه اثر هنری آها بانو مونالیزا. ایشون یه آدم حول مغزش هم کاملا دیتا اروتیکه. صحبت تو میخوای یه کارو بکنی که این تو رو بخره. ببخشید برای چی آقا دون تاچ آقا می‌زنی؟ تاچ کنی. یارو این منظره. سه‌بعدی نیست. سبودی من اثر بریم از اول از اول بود. واسه بیشتر یه کاری بکن. خریده. تابلو سبودی آقا این چند؟ خریدتم اوکی. 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 یه سناریو 3 نفره داریم. یه بازیگر مهمان داریم. بله. آقا تشریف میارید داخل. بذار من به احترام جواد عزتی
آقا من آرزوم شما رو نزدیک ببینم تماشاتون رو بکنم. آقا از الان این بنده خدا رو ممیزی کن. سلام دکتر چطوری خوبی شما؟ من دکتر نیستم. خدا لعنت. شما 3 نفر توی مترویی. نه. بذار سناریو رو بگم دروازه دولت. شولو. به سمت ترجیح. ولی به سمت ترجیح اول صبح. یه خانم زیبا میاد داخل واگن شما. ببخشید. مثلا خانم زیبا ببینم دست و پا میدان شهر میریزه. یه خانم زیبا اومده. بعد شما 3 تاتون خوشتون اومده. بعد هر کدوم میخواد بره اون یکی اجازه نمیده. تیکه فلان صحبت هر چیزی هم میتونه باشه. 3 تا هم رفیق. ترمز بابا آگه نگرفتم صرف وایسا من پشت میخورم به پیرمرده اینجوری وایساده آجی دختره اومد. شینل ایده شو ببین عروس منم میشی؟ آقا ببین اصلا داره سروشو نگاه میکنه چون چشاش به سمت راست چپه. منو میخواسته نگاه بکنه. من نیتشو میدونم. بابا آخه کی تو رو نگاه میکنه؟ آقا فعلا که داره نگاه میکنه حسودی نکن. چیزی بگم من دیدم قانون من دیدمو نداری. من اول دیدم اون منه دیگه داداش اصلا اون داره منو نگاه میکنه. اونجوری صحبت کردش برای چی نگاش میکنی تو؟ ول کن دارم باش صحبت من میتونم شما رو شما چرا این صحبت قرار میداده به تو گفته موساد آوازه آقا مسئولی بچه‌ها من آقا سیگار آقا اینا رو کی جمع بچه‌ها یه چیز دیگه سینا مخش رو زدیم و شما او میخوره واسه چی من می‌خواستم نه بذار من یه کاری کنم دختره بفهمه جدی خود دختره رفته دختره دیگه نامزد داره میدونستی زن داره اصلا خب گفته بوده اصلا من پسر اینم همین چی گفتم تایید بچه‌ها اینجا می‌ذارید شما یعنی الان مادر منین؟ خانم من اصلا شما رو نمیشناسم. زن دومم ببین این آدم دسته به زن داره ساقی دوست داره مریض BDSM دوست داره این اصلا چیز داره این زیگیر تناسلی داره بابا این بچه‌ها هر صداتون واقعا خوب بودید بس بیچاره اون دختره عاشقتم خب آقا رفتید رستوران مسیرم باید بشینید صندلیاتون رو بیارید سناریوی این سری خیلی سخت‌تر امیدوارم ازش بر بیاید و اینکه نه مرسی حسین جان شما یه دختری هستی که با آقا پسر ایشون اومدی دیت و پدر هم میرسید من میام و پدر به شدت بودار و شما هم که یه پلنگ بیق اوه شما نه آخه من این سرن تجربه کردم کاراکتر اون بیگه من بودم ولی واقعا. پدره داره مخو میزنه شما باید جمع جور کنی قضیه بعد شما مادر ایشون هم میشناسی همسر ایشون بچه‌ها این تعیین کننده است من بازیگر انتخاب میکنم آها این پارت آخره بله خب قربونت بشم چه خوشگل شده همیشه زیبا خوبه جور دوست داری خیلی جای خوشگله لکشریه بیشتر اینجور جا بیام دیوونه بابات گفتی میام آره میادونم کارخونه سوسیس کالباس بابا اینا کجاست؟ دارن سمت شهر حالا خوش اومدی آقا مخلصم حاجی اومد آقا نوکرتونم حاجی چقدر سکسی سلام سلام بابا زن سلام چطوری؟ بابا الله بابا عشقم دسته عشقم بابا معصیت دار آقا به جمع کنیم بچه رو هی بابا خوشم میاد من اسم میکنم بابات خیلی خوشش میاد بسرم چطوری؟ خجالتیه خوبی بابا خوبه اوجا بابا این گوش بابا زنده شد خوبی دخترم حاجی جان خوبی؟ بفرما. قربونت بشم ای بابا گفتم اینجا بیرم میریزم اون جای شکم جاده حاجی تا حالا کسی بهت گفته اصلا نمیخوره پسر من سن و سالشه باشه؟ جانم یه واسه من بابا من دیسک کمر دارم حقیقته حاجی شما روتین پشتی چیه؟ الله معصیت یه دارم ماما میاد جلوتون دخترم نکن میشه بشینم اینجا؟ کجا؟ کار نمیکنه مخالفت پیر شدم عشقم نه مگه باباست اوه، نیست؟ باشه پدر به عروس حلاله نه چی؟ آقا، درباره چی درست راجع به همین که بین من یه نمره بدم بده قربان شما آقا شاهین عزیز یکی از بهترین تئاتر آرتیست چی
فدات شم. تاتیای ایران واقعا خیلی خفنه. درجه یک. از رفیقای قدیمی و بچه معلم هم خب من بر اساس رفاقتی نمره بدم یا جدی؟ جدی نه واقعی بچه ها نمره دهی ما از منفی 10 تا مثبت 10. حالا من دوستان رو دونه دونه میگم که خواهشاً تشویقشون بکنید. هنوز طرفدارش نرفتن. برای من دارم دست حسین 1. الان بهش افتخار می‌کردی. خب نه خب بقیه رو بهش نمیدم. سینا منفی 8. باز من مثبت آجی. من حاضر شده بودم به دو تا نمونه گرفت. سروش منفی 3. سروش با اینکه یه پارت بود از تو بهتر. الان یه بهتر چیزی بهت بگم تو کامنت من الان خداییش من خوب نبودم. من الان تفاوتی با جواد عزتی ندارم و خیلی کار دارم. آقا خسته نباشید. بفرمایید. آقا عمو شاهین لطفی کرد. آره واقعا وقت گرابه‌ها شده. نه خواهش اومد جلو. واقعا لطف کرد اومد پیش. یه تشکر ازت. لذت بردیم در جیگر شما قدش بلند شد. خیلی. یک و 91 جوگندمی سالم تو کامنت ها هر کی خواست دوست دارم جیگر عاشق گردنم عاشق پست من خیلی دوست داشتم از اول این چیه سروش عاشقتونم امیدوارم خوشتون اومده باشه